فرانسه پیروز نشد تا شگفتی رقم بخوره و اتریش سرگروه این گروه جذاب بشه. مطابق انتظار بازی با حملات فرانسه آغاز شد و اولین حمله جدی اونها دقیقه 19 روی ضد حمله سریع پاس کانته و ضربه دمبله بود که عالی. اسکوروفسکی توپ رو مهار کرد و نذاشت دروازه لهستان باز بشه. در ادامه دقیقه 34 نوبت به حمله لهستان رسید. ارسال از سمت چپ و ضربه سر خطرناک لواندوفسکی که توپ با اختلاف کم از کنار دروازه فرانسه به بیرون رفت. در ادامه دقیقه 42 همکاری عالی ژول کنده و کیلیان امباپه درون محوطه جریمه. امباپه که ضربهش رو زد ولی باز هم اسکوروفسکی توپ رو عالی مهار کرد و حسابی تو این بازی درخشید. در ادامه دقیقه 45 پاس پشت پای دیدنی ربیوت فرار امباپه و باز هم سیو اسکوروفسکی که در این بازی واقعا فوق‌العاده بود و خیلی نمایش خوبی رو اجرا کرد. نیمه اول با همین نتیجه تموم شد. با شروع نیمه دوم باز هم فرانسه حمله می‌کرد. دقیقه 49 ضربه کاتدار کیلیان امباپه از گوشه محوطه جریمه زده شد و باز هم مطابق انتظار اسکوروفسکی توپ رو مهار کرد. خیلی توپ گرفت تو این بازی. در برگشت همون توپ دوباره رسید به کیلیان امباپه و ضربهش رو این بار هم زد که این بار اسکوروفسکی مهار نکرد و توپش به اختلاف کم از کنار دروازه لهستان به بیرون رفت. در ادامه دقیقه 56 روی حرکت عثمان دمبله و خطای مدافع لهستان پنالتی اعلام شد و کیلیان امباپه این بار اسکوروفسکی رو ناکام گذاشت و دروازه لهستان باز شد و حساب کار 1-0 به نفع فرانسه شد. در ادامه دقیقه 72 یک ضربه خطرناک رو لواندوفسکی زد و نزدیک بود ضربهش گل بشه که با اختلاف کم و بدشانسیش البته توپ به بیرون رفت. در ادامه دقیقه 77 روی خطایی که اوپامکانو انجام داد روی مهاجم لهستان یعنی سویسترسکی ضربه پنالتی به نفع لهستان اعلام شد و لواندوفسکی ضربه رو زد که مانیان توپ رو عالی مهار کرد، اما وی آر تشخیص داد که مانیان قبل از ضربه لوا بیرون اومده پاش از خط دروازه و باز هم جبران داد پنالتی رو و این بار لواندوفسکی تونست دروازه فرانسه رو باز کنه و در نهایت این بازی از گروه دی رقابت‌ها با نتیجه 1-1 مساوی تموم شد و بهترین بازیکن زمین هم اسکوروفسکی دروازه‌بان لهستان نام گرفت. فوق‌العاده بود تو این بازی. در دیگر بازی این گروه که اون هم خیلی جذاب بود، هلند و اتریش به مسافه هم رفتن. از همون ابتدا حملات اتریش بیشتر بود و دقیقه 6 روی ارسال الکساندر پراس و اشتباه مالنی که مهاجم هلند بود اومد دفاع کنه و دروازه خودی رو به اشتباه باز کرد و حساب کار رو 1-0 به نفع اتریش کرد. در ادامه نیمه اول هلند حملات رو انجام داد، حتی به تیرکی دروازه اتریش هم زدن اما در گلزنی ناکام بودن. با شروع نیمه دوم خیلی زود هلند به گل رسید. ضد حمله سری دقیقه 47 پاس ژاوی سیمونز و ضربه کودی خاکبوی که این چنین زده شد و حساب کار 1-1 مساوی شد. اما این تساوی خیلی دوامی نداشت و دقیقه 59 روی ارسال از سمت راست و این بار اشمید مهاجم تیم ملی اتریش موفق شد دروازه هلند رو باز کنه و حساب کار رو 2-1 به نفع شاگردان رالف راینیک کنه. اما دقیقه 75 روی پاس وخورست موفق شد ممفیس دپای با ضربه والی خودش گلزنی کنه و حساب کار رو 2-2 مساوی کنه. اما باز هم اتریش حمله کرد و به گل رسید. دقیقه 80 پاس در عمق بومگارتنر و ضربه‌ای که مارسل سابیتزر اینجوری زد و به گل تبدیل کرد و حساب کار رو 3-2 به نفع اتریش کرد. هلند خیلی شانس آورد که در این بازی بیشتر از این تحقیر نشد. دقیقه 83 باز هم اتریش به گل رسید، اما معجزه آفساید به کمک رونالد کومن و هلند اومد و این گل اتریش مردود اعلام شد که در نهایت در این گروه در عین ناباوری اتریش با 6 امتیاز با 2 برتری که مقابل هلند و لهستان کسب کرد به عنوان صدرنشین صعود کنه. تیم دوم این گروه فرانسه ای شد که در بازی با اتریش که موفق شدن پیروز بشن هم گل به خودی اتریش تنها گل اونها در این بازی بود و فقط نکته‌ای که داشت فرانسه اینه که واقعا اصلا انگار رو فرم نیستن و باید ببینیم که در ادامه کار چی میشه. و هلند رونالد کومن هم با 4 امتیاز سوم شد و تقریبا میشه گفت یعنی قطعاً سودشون از این گروه به عنوان یک از تیم برتر سوم قطعیه. در نهایت خیلی خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو و این بازی لذت برده باشید و اینم بگم در بازی هلند و اتریش سابیتزر بهترین بازیکن زمین شد. من مهدی کبیری، اینجا فوت نیوز و خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.